Can you fit آیا 4 شما T's می‌توانید into the 4 frame? حرف تی This را is a در این puzzle قاب قرار published دهید؟ in این یک پازل 1939. است که در سال As you 1939 can see, منتشر شده است. it's already very همانطور که difficult to می‌بینید fit the در حال third حاضر T. بسیار دشوار نیست که How can you تی fit سوم 4 را T? جای خود قرار You دهید. can try چگونه rearranging می‌توانید them. تی چهارم را در جای خود قرار After دهید؟ some time of شما trying, می‌توانید maybe آنها you را can find a دوباره way to مرتب fit کنید. 3T. بعد از مدتی تلاش شاید But most بتوانید of the راهی time, برای there قرار isn't دادن enough تی space for the سوم پیدا last کنید. T. اما بیشتر اوقات فضای The کافی reason برای is آخرین simple. تی وجود ندارد. When we place دلیل the آن T ساده at است. the edge of وقتی the تی 4 frame, را در لبه you'll قرار see that a دهید، lot of space is می‌بینید که wasted فضای on both زیادی sides. از دو طرف هدر You می‌رود. must find a باید way to راهی use برای the استفاده space more بیشتر از فضا reasonably. پیدا کنید. پس راه حل So چیست؟ what is the پازل solution? راه حل The بسیار puzzle has a رضایت بخشی very دارد که satisfying ما را solution مجبور that می‌کند در forces us صورت to قرار think دادن آن outside the در box. نزدیکی لبه به هدر If رفتن placing it فضای close to the زیادی edge خارج از لبه wastes فکر a lot کنید. of space. تمام کاری که باید All انجام you have to دهید do is این است place که it at an آن را در angle in یک the زاویه corner. در گوشه قرار دهید. Then place سپس the other قطعه piece دیگر here. را اینجا قرار Now دهید. there's still a هنوز lot of فضای space زیادی در left in the قاب باقی frame. مانده است. See if you can ببینید fit the third آیا می piece. توانید قطعه سوم را جا Next, بیاندازید؟ بعد place the قطعه fourth piece چهارم here. را در اینجا قرار Everything دهید. fits perfectly. همه چیز کاملا Do you مطابقت like this دارد. puzzle? آیا این پازل را دوست